سلام خدمت همکاران عزیز. امروز قصد داریم سوزن انجکتور BMW X6 مدل 2012 با موتور 5000 رو تعویض کنیم و با دستگاه لانچ تعریف کنیم. وارد قسمت موتور میشیم. اسپیشال فانکشن و ادجاست انجکتور، گزینه 2 رو انتخاب میکنیم. تایید. میایم روی سوزن انجکتور شماره 8 اوکی میکنیم. شماره کالیبریشن جدید رو وارد میکنیم. 583 221 تایید میکنیم و در آخر گزینه سیف کالیبریشن رو شما بزنید. مشاهده میکنید که شماره کالیبریشن تغییر کرد. بله، تایید.